زنی یکم و زنی دوم در نان و نفقه دادن به جای خوب تأمین کردن هر دوی اونها برابر است. هیچ یکی از دیگر برتری و افضلیت نداره. خب بعضی هم فکر میکنن که زنی یکم خیلی وقتی اول گفته او را مقصد به جای خوب تأمین میکنه، به امون کودکاش رسیدگی میکنه، نان و نفقش سری وقت میتیه. اما زنی دیوم خوب نگاه نمیکنه، نان و نفقش نمیتیه، به جای خوب تأمینش نمیکنه. او را به دوش پدر و برادراش میگذاره. در خانه پدر و مادرش با او ازدواج میکنه، در همون خانه پدر و مادرش مهمان واره میبیه، میره و یک هفته یک بار. اما نان و نفقش یعنی با پرگی تأمین نمیکنه. یا یکی در کوارتیر او مثلا کوارتیر سینمات میکنه، بیچاره خودش کار میکنه، خودش پلی کوارتیر را میتیه، خودش نان و نفقش تأمین میکنه زنی دیوم. مگر این ظلم نیست در حق زنی دیوم؟ خب اگر همین خیل توان نداشته که زنی دیوم نان و نفقش تأمین بکنه، پس چرا زن گرفته؟ همین خیلی زن گرفتن همه میتوانه. خب ولی در اینجا مقصد از زن دیوم گرفتن به کمبودی های زن رسیدن ای، نان و نفقه او را تأمین کردن ای، به تمام کمبودی های او مقصد رسیدگی ای. پس چگونه شما مسئولیت به عهده میگیری ولی او را به جا نمیاری؟ این چگونه زنگیری است؟ همون زنم به یک روز امید شوهر میکنه که همین شوهر در کنارش باشه و او را مثلا با کمبودی هاش رسیدگی بکنه. پس چگونه زن گرفتن است که بیچاره تمام کاراش دیگه خودش میکنه، نان و نفقش خودش یا جای خوب خودش تامین بکنه؟ پس چگونه مثلا شما شوهر میتونه شده برای این خیل زنه؟ پس در حق زنها شما ظلم نکنی. حقوق زن یکم و زن دوم برابر یگان فرقیتی نداره. پس همون پیش این که شما زنی دیوم میگیره میدونستی که من مقصد هر روز نان و نفقه اینها را